وقتی رونالدو از لالیگا رفته بود، لیونل مسی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفت نه تنها لالیگا دلتنگ کریستیانو شده، حتی منم دلم براش تنگ شده. اون کسی بود که رئال مادرید رو مهمتر کرد. کاش میشد زمان بیشتری توی رئال بمونه. احساس میکنم اگه اون میموند هنوزم میتونستیم کاری بزرگی توی لالیگا انجام بدیم. رونالدو همینو گفته بود که خودش و مسی کار بزرگی انجام دادن، اینکه با رقابتشون سالها توی کورس توپ طلا و افتخارات دیگه بودن و حتی استاندارد رکوردای مختلفو هم جابجا کردن. من این جمله رو از ته دل میخوام بگم آقای رونالدو، آقای مسی، ما خیلی خوشبخت بودیم که شما رو توی لالیگا و جهان دیدیم. ازتون ممنونیم.